با سلام و درود خدمت همه دوستان و همراهان عزیز از اینکه دقایقی رو با من همراه هستید بسیار سپاسگزارم. امروز در این جلسه در باب مفهومی صحبت خواهیم کرد که بی تردید میتوان گفت که این مفهوم بنیان و ستون همه صحبت‌هایی که ما قراره که از این قاب در خدمت شما همراهان عزیز باشم. به دیدگاه بنده بسیاری از مصائب و مشکلاتی که امروزه ما با آن سردرگریبان هستیم و یقه به یقه هستیم، آن هم نه فقط در ایران، در کل جهان، حالا علل خصوص در ایران که موضوع بحث ما گم گشتگی این مفهوم، نادیده گرفتن یا مخفول گذاشتن یا کسوف این مفهومه. و اگر بخواهیم تنها یک جنبش راه بیندازیم که ما رو به یک زندگی بهتر برسونه، احیای این مفهومه. بنابراین در این جلسه ما از مفهومی صحبت خواهیم کرد که نه تنها شاکله تمامی بحث‌های بعدی ما رو شکل میده، بلکه افقی رو برای ما نشون میده که ما با عطف به اون افق میتوانیم به یک زندگی بهتر برسیم. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم، علل خصوص در 20-30 سال اخیر، 40 سال اخیر، از اگر نقطه عطفی رو بخوایم تعیین بکنیم از زمانی که اینترنت وارد زندگی‌های ما شد که هیچ شباهتی به آنچه که پیشتر ما زندگی می‌کردیم نداره. به نوعی تم اصلی، اون رنگ اصلی زندگی ما، بمباران اطلاعاتیه که ما در زندگی خودمان مواجه هستیم. به نوعی که هر روز صدها خبر، هزاران ویدیو، میلیون‌ها پست و انبوهی از تحلیل‌ها رو از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها دریافت می‌کنیم. قدیم آدم‌ها بدون آن که خبری از فلان سلبریتی داشته باشن، فلان آدم معروف داشته باشن، به زندگی خودشون ادامه میدادن و طبعاً آرامش بیشتری هم در زندگی خودشون داشتن. اما امروزه به لطف این شبکه‌های اجتماعی و اینترنت روز آدم‌ها شب نمیشه مگر این که خبری از سلبریتی‌ها و آدم‌های معروف داشته باشن و هر روز شکل و سرعت دریافت این خبر تغییر پیدا میکنه، به نوعی که سلبریتی ها، شبکه های اجتماعی و آدم هایی که در درون اونها فعالیت میکنن به مرور زمان جایگزین آدم هایی میشوند که ما در واقعیت با اونها زندگی میکنیم. یعنی اینکه آن آدم معروف جایگزین دختر خاله ما میشه، آن آدم معروف جایگزین پدر ما میشه. ما اگر حساب کتاب بکنیم با خودمون، بیش از آن که وقت خودمون رو با پدرمون یا مادرمون بگذرونیم، با اخبار و عکس‌ها و فیلم‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی میگذرونیم. و این فقط در اینجا خلاصه نمیشه. وقتی ما اوقاتمون رو با اونها پر میکنیم، بیش از آن که متأثر از پدر، مادر و روابط واقعی معنادار اطرافمون باشیم، متأثر از سخنان و حرفها و در جاهای بسیار زیادی میتوان گفت یاوه‌های همان افراد فعال در فضای مجازی قرار میگیریم.
به طوری که اکنون مضاف بر همان افراد معروف و سلبریتی ها، ما اکنون با یک سری فعالینی در فضای مجازی مواجه هستیم که عنوان مربی زندگی و بخش‌های مختلف زندگی رو دارن. مربی رابطه زن و مرد، مربی والدین با کودکان، کودکان با والدین، کودکان در مدرسه، معلمان با کودکان، کودکان با معلمان، کسب و کار و و و و و و و یعنی هزاران معلم و مربی ما الان در فضای مجازی داریم که هر کدام یک راهی رو برای افراد نشون میدن و این فقط منحصر در فضای مجازی هم نیست. ما این نوع از تکثر در نشان دادن راه رو در کتاب‌ها و دانشگاه هم میتونیم ببینیم. یعنی ما اکنون به جای آنکه خودمان زندگی بکنیم، به جای دیگران زندگی میکنیم، راه‌های دیگران رو زندگی میکنیم. به جای اینکه خودمان مشکل خودمون رو با همسرمون حل بکنیم، متوسل به فردی میشویم که راهی برای حل مشکل ما نشون بده و اون فرد یک راهی رو نشون میده، فرد دیگری با همان تخصص راه دیگری رو نشون میده و فرد دیگری با همان تخصص یک راه دیگری رو و الی آخر. یعنی شما به هر کسی رجوع بکنید یک راهی رو برای شما نشون میده. یعنی گویی ما عقل خودمون رو تعطیل کرده ایم، کنار گذاشته ایم و گوش به فرمان آدم‌هایی شده ایم که در همان موضوعی که راه حل نشون میدن خودشون در همان موضوع مشکل دارن. ما اصلا نمیشناسیم آن آدم‌ها کی هستن ولی گوش به فرمان اونها هستیم. بنابراین ما امروز میخواهیم در باب همان عقلی که کنار گذاشته ایم صحبت میخواهیم بکنیم. اما این عقل ساده نیست، عقل سلیمه. ما امروز در باب عقل سلیم صحبت میکنیم که بالکل تعطیلش کرده ایم و کنارش گذاشته ایم. اما منظور من از عقل سلیم چیه؟ منظورم توانایی تشخیص واقعیت‌های ساده و بنیادینیه که زندگی روزمره ما بر پای اونها بنا شده. همان روابط ما با پدرانمان و مادرانمان، با برادرانمان و خواهرانمان، با همسایه خودمان و دیگر اموری که به شکل روزمره ما با آنها درگیر هستیم. این عقل به نوعی دیدن جهان همان گونه که هسته، نه آن گونه که دیگران دوست دارن و یا ما دوست داریم باشه. یعنی این که زندگی ما بیش از آن که در کتاب‌ها و در اون کلاس‌ها و ایده‌های صدمن یغاز بگذره، در همان واقعیتی که زندگی می‌کنیم میگذره. ما اتفاقاً در باب بسیاری از امور بدون آن که آن ایده ها و آن یاوه ها و اینها رو وارد زندگی خودمون بکنیم زندگی میکنیم. در بسیاری از مسائل پیش پا افتاده ما در زندگی در بسیاری از مسائل دنبال مربی و ایده های عجیب غریب و فلان نمیگردیم. برای بسیاری از اونا پاسخ سرراست داریم. اجازه بدید یه مثال خیلی ساده ای رو بزنم. فرض کنید نیمه شب صدای شکستن شیشه‌ای از آشپزخانه بیاید. آیا اولین فکری که به ذهن شما خطور میکنه تغییر قوانین فیزیک و فلان این هاست؟ یعنی سریع رجوع میکنید ببینید که
با چه ایده‌ای میتوان شکستن اون شیشه رو در آشپزخانه توضیح داد؟ مطلقا نه. چندین فکر به ذهن شما خطور میکنه. گمان میکنید که شاید باد پنجره رو باز کرده و سبب شکستن آن شیشه شده، یا شاید احتمال میدهید که کسی وارد خانه شده، یا یکی از اعضای خانه سبب شکستن آن شیشه شده و دیگر احتمالاتی که در این راستا میدهید. این همان زندگی روزمره‌ایه که ما داریم. یعنی ذهن ما، ذهن همگان به شکل طبیعی سراغ توضیحایی میره که با تجربه های گذشته ما سازگاره. این همان عقل سلیمه. اونجا ما عقل سلیم خودمون رو همراه خودمون داریم. در این مثالی که زدم تعطیلش نمی کنیم. اونجا دنبال ایده های عجیب غریب نمی گردیم. شکستن شیشه بنا به تجارب قبلی ما دلایلی می تواند داشته باشد که ما آن احتمالات رو در ذهن خودمون مرور می کنیم. یعنی ما پیش از آن که فیلسوف باشیم، فیزیکدان باشیم، روانشناس باشیم و و و و و پیش از همه اینها انسان هستیم. پیش از آن که نظریه پرداز باشیم در این جهان زندگی میکنیم و همین زندگی روزمره نخستین مدرسه شناخت ماه. اما در دنیای مدرن اتفاقی افتاده که حالا ریشه های فلسفی داره که ما اینجا بنا به ورود به اونها به شکل عمیق رو نداریم، ولی امیدواریم که فرصتی دست بدهد که در این باب صحبت بکنیم. اما فعلا با آنچه که اتفاق افتاده اکتفا میکنیم. آنچه که اتفاق افتاده اینه که ما در جهان جدید یک امری به فضیلت تبدیل شده. آن هم این که علوم انسانی علل خصوص به سمتی رفته که اجازه داده همه بتوانند ایده تولید بکنند و همه ایده ها مشروع تلقی بشن. یعنی ما الان در خصوص رابطه والدین با فرزندان با هزاران ایده روبرو هستیم. هزاران ایده‌ای که با هم دیگر هم در اختلاف هستند. یک این اتفاقی که افتاده. دومی اتفاقی که افتاده اینه که ما با یک سری آدم‌های مواجه هستیم که خودشون رو نظریه پرداز یا متخصص امور مختلف زندگی خودشون رو قلمداد میکنن و اینها یک دنیایی رو برای خودشون و برای ما ساختن که این دنیا هیچ ربطی به زندگی واقعی ما نداره، یعنی واقعیت‌های زندگی ما نداره. اما ما مرعوب این افراد هستیم. چرا که عنوان استاد و دانشمند و فلان اینها رو یدک میکشن. البته اینجا میتوان گفت که ممکنه که آن فرد بسیار هم آدم باهوشی باشد. مسئله اینجاست که هوش و نبوغ اون فرد هیچ نسبتی با تشخیص امور در زندگی واقعی ما نداره. به خاطر همین ما در دنیای زندگی میکنیم که معمولاً هوش رو، نبوغ رو با قضاوت درست اشتباه میگیریم. این دو همواره یکی نیستن. ممکنه کسی حافظه خارق‌العاده‌ای داشته باشه، چند زبان بداند، معادلات پیچیده‌ای رو در ذهنش بتونه حل بکنه، اما در تصمیم‌های عملی زندگی بارها اشتباه بکنه. برعکس ممکنه فردی تحصیلات چندانی نداشته باشه، یعنی هوش نبوغ این که یک معادله‌ای رو حل بکنه یا چند زبان بدانه و همه آنچه که ما ذیل هوش و نبوغ قرار میدیم و میگنجانیم اینها رو نداشته باشه، اما در شناخت آدم‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، مدیریت بحران و تشخیص واقعیت زندگی بسیار موفق‌تر از اون یکی فرد
عمل بکنه و تاریخ پر از چنین نمونه هاییه. این تفاوت از کجا میاد؟ تفاوت رو باید در تمایز میان نبوغ و عقل سلیم، اگر از نبوغ تعریفی داشته باشیم، شاید بگوییم همان توانایی خارق العاده ذهن در تحلیل. اما عقل سلیم توانایی دیدن واقعیت پیش از تحلیله و این دومی بسیار ارزشمندتره. ما در زندگی روزمره در بسیاری از امور با همین دومی سر کار داریم. ما خیلی در زندگی روزمره نه میخوایم ماشین اختراع بکنیم، نه معادله چند مجهولی رو حل بکنیم و یا کارهای عجیب غریب رو انجام بدیم. به طور مثال میخوایم دوچرخه سواری یاد بگیریم. آیا دوچرخه سواری به یک نبوغی نیاز داره؟ مطلقا نه. از طریق کتاب و فرمول و فلان اینها میشود یاد گرفت؟ مطلقا نه. برای دوچرخه یاد گرفتن باید سوار دوچرخه شد. تعادل رو ما باید با بدن خودمون تجربه بکنیم. اینکه یک آدم باهوش و نبوغ بالا در باب تعادل در دوچرخه از باب فیزیک فرمول های رو ارائه بکنه و به ما بگه، هیچ کمکی به ما در این که ما دوچرخه یاد بگیریم نمیکنه. هیچ دوچرخه سوار قهرمانی چنین فرمول های رو بلد نیست. او سوار دوچرخه شده، تعادل رو با بدن خودش تجربه کرده، زمین خورده، بلند شده، دوباره امتحان کرده. بنابراین مهمترین شناخته های انسان از دل همین واقعیت های زندگی و از تجربه بیرون میاد، نه از دل فرمول ها. حتی بسیاری از بزرگترین کشفیات علمی نیز از مشاهده و تجربه آغاز شدن، نه از تحلیل. کسی ابتدا چیزی رو دیده، بعد درباره آن سوال پرسیده، بعد الگو رو پیدا کرده، بعد نظریه ساخته. بنابراین خود علم از واقعیت آغاز میشه، نه از ایدئولوژی. شاید بزرگترین خطری که هر جامعه رو تهدید میکنه زمانی باشه که این مسیر برعکس بشه، یعنی ابتدا فرمولی ارائه بشه، نظریه‌ای ساخته بشه و بعد تلاش کنیم آن جهان واقعی خودمون رو که با آن نظریه هماهنگ بشه. بنابراین ما در جهانی زندگی میکنیم که ایده ها، نظریه ها از واقعیت پیشی گرفتن و ما انسان ها نیز از واقعیت فاصله گرفتیم. ماها همان گونه که آوردم بیش از آن که در زندگی واقعی به سر ببریم، در یک فضای تخیلی به سر میبریم. فضایی که توسط همان ایده ها از دانشگاه ها و فلان اینها به شکل دست اول و به شکل دست دوم نزد همان مربی ها و فلان ها و فلان ها و فلان ها دست به دست میشه و ما متأثر از اون فضا هستیم. دیگر ما آنگونه که جهان هست رو نمیبینیم، بلکه انگار یک جهان موازی برای خودمون ساختیم. با پدران و مادرانمان، با همسرمان و با همه افراد دور و برمان به گونه‌ای برخورد میکنیم که هیچ نسبتی با واقعیت نداره. رفتارهای خودمون رو بیش از آن که به سنجه واقعیت بزنیم، به سنجه اون ایده های میزنیم که هر روز دنبالشون میکنیم، در اینستاگرام بالا پایینش میکنیم. ما بچه های خودمون رو دیگر بنا به تجربه بزرگ نمی کنیم، بنا به واقعیت زندگی بزرگ نمی کنیم، بنا به آنچه که در فضای مجازی و در کتاب‌های مختلف گفته میشه بزرگ میکنه و هیچ گاه هم تردیدی به خودمون راه نمیدیم که شاید این کتاب بالکل راه غلطی رو به ما نشون میده. به خود تردید نمیدیم که اصلا چرا ما باید آن فلانی ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنیم. اصلا چه سودی برای ما داره؟ حرفهای اونا چه نسبتی با واقعیت زندگی ما داره؟ و این فاصله گرفتن از واقعیت تصادفی نیست. این نیست که به نوعی یک آن
به شکل قارچ بیرون آمده باشد، یا یک گروهی آمده باشن تصمیم گرفته باشن که ما این گونه زندگی بکنیم. ریشه های فلسفی و فکری داره که ما خیلی به اشاره لازمه که در باب اونا صحبت بکنیم. آن هم عطف توجه به اینه که در یک جایی از تاریخ فیلسوفان و متفکرانی پیدا شدن که به جای اعتماد به همان عقل سلیم و تجربه مستقیم انسانها کم کم به خود واقعیت شک کردن و ما اکنون در پیامدهای آن تفکر زندگی میکنیم. بذارید با یک سوال بحث رو ادامه بدیم. اگر همین حالا از شما بخواهم ثابت کنید که این صندلی که روی اون نشسته اید واقعا وجود داره، شما چه پاسخی به من میدید؟ احتمالاً اولین واکنش شما اینه که خب این چه سوال عجیبیه. حالا اگر محترمانه با من برخورد بکنید، اگر بخواید محترمانه نباشه میگید چه سوال مزخرفیه که از من میپرسید. خب صندلی وجود دارد که من روی آن نشستم، چه پرسشیه؟ اما بعد از همان متفکران و فیلسوفان صده هاست که عده‌ای دقیقاً همین سوال رو میکنن که آیا ما واقعاً جهان رو همان گونه که هست میبینیم؟ آیا حواس ما قابل اعتمادند؟ یعنی ما درست میبینیم؟ آیا درست میشنویم؟ درست لمس میکنیم؟ درست بو میکنیم؟ و به دیدگاه بنده بسیاری از بحرانهای دنیای امروز دقیقاً از همین نقطه و از همین پرسش ها شروع میشه. یعنی از جایی که واقعیت زیر سوال میره. آن متفکران یک سوال بسیار ساده ای رو مطرح کردن. آن سوال ساده این بود که آیا آن چیزی که ما میبینیم به واقع همان چیزیست که وجود داره؟ این پرسش در نگاه اول پرسش بدی نیست. اتفاقاً بسیاری از پیشرفت‌های علمی از همین روحیه پرسشگری بیرون آمدن. به هر حال تردیدی نیست که بخشی از علم با شک و تردید آغاز میشه، اما مسئله اینجاست که اگر شک تبدیل به مقصد بشه نه وسیله، انسان رو از واقعیت جدا میکنه. به هر حال برگردیم با آن سوالی که آن متفکران پرسیدن. فرض کنید صبح از خانه بیرون میایید، آسمان آبیست، نسیم خنکی میوزه، صدای پرنده ها رو میشنوید، بوی نان تازه از نانوایی به مشام میرسه. حال از خودتان میپرسید آیا در تمام این لحظه ها من در حال تجربه کردن جهان همان گونه که هستم یا فقط در حال دریافت تصویری از جهان در ذهن خودم هستم؟ به این معنا که آن بویی که به مشام من میرسه به واقع در بیرون وجود داره یا نه این تصویریه که من در ذهن خودم ساختم. آن متفکران بر این باور بودن که ذهن انسان شبیه یک اتاق تاریکه، جهانی بیرون از ما وجود داره اما ما مستقیما با آن جهان در تماس نیستیم. آنچه وارد ذهن ما میشه صرفاً بازنمایی، تصویر یا برداشت ذهنی ما از جهانه. بنابراین ابتدا به ساکن یک شکافی بین ما و واقعیت اینجا ایجاد میشه. آن هم این که رابطه ما با واقعیت رابطه مستقیمی نیست، بلکه واقعیت آن چیزیست که ما در ذهن خودمون میسازیم که این خب طبعا پیامدهای بسیاری رو داره. یکی از مهمترین پیامدهای چنین نگاهی کنار گذاشتن همان قوه عقل سلیمه که واسطه ما با واقعیت ما رو به واقعیت پیوند میزنه. یعنی وقتی ما واقعیت رو صرفا یک تصویری در ذهن خودمون میدونیم، یعنی میگوییم که آن
بویی که به مشام ما میرسه صرفاً تصویریه که ما در ذهن خودمون ساختیم. بنابراین قوه عقل سلیممون رو کنار میگذاریم. به چه شکلی؟ به چه معنایی؟ به این معنا که ما بین بوی مطبوع و نامطبوع تمایزی میگذاریم. تفاوت بوی مطبوع و نامطبوع صرفاً در ذهن من نیست، یعنی آن چیزی نیست که من ذهن من بسازد، بلکه در عالم بیرون اون وجود داره، اون بوی مطبوع که مشام ما میرسه، ولی ما میگوییم که این چیزی است که ما خودمون میسازیم. وقتی چنین نتیجه‌ای میگیریم، بنابراین اینجا ما وارد پروسه‌ای میشیم که افراد میتوانند تصاویر مختلفی از یک بو داشته باشند. یکی بگوید مطبوع است، یکی بگوید نامطبوع است. این در باب زیبایی هم همینطوره. ما آنچه که زیباست رو با چشمان خودمون میبینیم، اما وقتی میگیم این تصویریه که در ذهن خودمون میسازیم، بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که این تصویر ما میتواند آن را زیبا ببیند یا زشت ببیند. گویی آنچه که در بیرون است به خودی خود زیبا یا زشت نیست. زیبایی یا زشتی آن چیزی است که من در ذهن خودم میسازم. بنابراین ما به مرحله‌ای میرسیم بنا به اون فهمی که از واقعیت پیدا میکنیم. به جای آن که در باب حقیقت بحث بکنیم، در باب برداشته‌های خودمان از حقیقت صحبت میکنیم، به نوعی که کم کم واقعیت از مرکز توجه ما کنار میره. بنابراین آنچه که در جهان کنونی ما رخ داده همین فاصله گرفتن از واقعیت و پیشی گرفتن تصاویر ذهنی ما نسبت به واقعیت. به خاطر همین هم هست که شبکه‌هایی چون اینستاگرام و امثال هم برای ما اهمیت پیدا کردن، برای ما مهم شدن، بخش بزرگی از زندگی خودمون رو در اونجا سپری میکنیم. اینستاگرام نمود همان چیزی است که آن متفکران از زندگی مراد میکردن. اینستاگرام همان تصاویر ذهنی است که ما میسازیم، تصاویری که با واقعیت موجود بسیار فاصله داره. یعنی ما بالکل در تصاویر زندگی میکنیم، نه در واقعیت. و اون فعالان داخل فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، کسانی هستند که این تصاویر ذهنی رو برای ما میسازن. تصویر ذهنی از تربیت فرزندان، تصویر ذهنی از رابطه والدین با فرزندان، معلمان با شاگردان، تصویر ذهنی از کسب و کار. کتاب‌های موفقیت و انگیزشی و روانشناسی انگیزشی و فلانین هم در همین راستا هستن. آنها هم دقیقاً همچین عمل کردی رو دارن و این دقیقاً همان عقل سلیمیه که ما اون رو از دست دادیم. عقل سلیم همان قوه‌ای است که ما رو به واقعیت وصل میکنه. بنابراین اگر یک جمع‌بندی بخوایم داشته باشیم، میتوانیم بگوییم که ما در یک جایی بین خودمان و واقعیت فاصله انداختیم که این انداختن فاصله به معنای کنار گذاشتن همان عقل سلیمی بود که ما رو به واقعیت وصل و مرتبط میکرد. اما این بحث تفصیلی دارد که ما در جلسه بعدی در ادامه همین جلسه در باب اون صحبت خواهیم کرد. بسیار متشکرم که این دقایق رو با بنده همراه بودید. تا جلسه دیگر.